سلام دوستم، مرا ببخش. شاید روزی از روزها تو را غیبت کرده باشم. زبان در نفس من به قصد و یا به اختیار می لغزد. امید دارم که مرا می بخشی اگر تو را غیبت کرده باشم. من یقین کردم که خدا شخص غیبت کننده را نمی بخشد تا وقتی که شخص غیبت شده او را نبخشد. این متن را به هر کسی که در روی خط من است قریب که فرستادم. این نه به خاطر ضعف و بیچارگی من است، بلکه به خاطر ترس از خدایی است که زمین و آسمان در اختیار اوست. دوستم، اگر مرا بخشیدی با پیامک خبردارم کن. این متن برای یکدیگر را بخشیدن است. دوستم، بیا دلهایمان را از غیبت پاک سازیم. خواهش میکنم که مرا ببخشید دوستم، زیرا مرگ من معلوم نیست. خدا شاهد است که من شما را بخشیدم. این متن را یک دعوت خالصانه یکدیگر بخشی و پاکسازی قلبها پیش از رمضان مبارک می نامیم. همیشه سلامت و تن صحت باشید.